اینقدر تمرکزت رو روی خروجی نذار. یکی از چیزایی که من میبینم اینه که همه آدما اینجا که او من فلان چیزا میخوام، من اینو میخوام، من اونو میخوام، من میخوام بوگاتی داشته باشم، پنت هاوس میخوام، فلان فلان فلان، و فکر میکنن که اون چیزی که اونا رو با بقیه متفاوت میکنه. اما نه، همه اونو میخوان. این که مثلا تو میخوای میلیونر بشی چیز خاصی نیستش. خب منم میخوام میلیونر بشم، بهت قول میدم هر کسی که این ویدیو میبینه اونم میخواد میلیونر بشه. اون چیزی نیست که تو رو متفاوت میکنه. اون خروجی‌ها صرفا یه هدفه، یه دید به آیندته. چیزی که تو رو متفاوت میکنه ورودیاته، که چه کاری امروز انجام میدی، چند ساعت تو اینستا میگردی یا نه، چند صفحه کتاب میخونی، محتوای چرس میبینی یا نه محتوای خوب میبینی، تو پورنهاب میگردی یا نه داری وقت میذاری توی مثلا یوتیوب، داری سعی میکنی یه چیزی یاد بگیری که توی حرفت بهتر باشی. پس تمرکزت به جای که روی خروجی‌ها بذاری، روی ورودی‌ها بذار.